گوشه‌ای از زندگی و قیام مشتی. همزمان با اوج گرفتن جنبش‌های اجتماعی در ایران چون جنبش جنگل در گیلان و قیام محمد خیابانی در آذربایجان و پسیان خان در خراسان، نفیر گلوله‌ای در دامنه کوه البرز طنین افکند. گلوله‌ای که نطفه قیام 30 ساله‌ای را به همت و پایمردی مردی به نام مشتی در خود پروراند. قیام مشتی حماسه تلخ انسان به فریاد نشسته‌ای بود که زخمی در دل و کوله باری از نفرت و خشم بر دوش داشت. در دوران دراز مدت ارباب و رعیتی جنبش‌های گوناگونی قلب به تنگ آمده این خاک را به تپش واداشتند. جنبش‌هایی که دارای ویژگی‌های خاص خود بودند. یاغیگری شکلی از مبارزه نارسای اجتماعی اقتصادی بود که بیشتر رنگ و بوی هرج و مرج طلبی داشت و این خود نیز ناشی از اقتصاد و فرهنگ دربسته ارباب و رعیتی بود. به طور معمول عناصر یاغی از قدرت خیش برای چفاول استفاده می کردند. تنها اون دسته از یاغی‌ها که متوجه تضاد طبقاتی موجود می شدند میل به عدالت در وجودشان بیدار گشته و ندای حق طلبی سر می دادند و غالباً حمله های خیش را متوجه حکومت مرکزی می نمودند و نیروهای دولتی را در اطراف تحت فشار قرار می دادند. پدر مشتی مبارز برجسته‌ای بود که علیه ستم طبقاتی علم طغیان برافراشت و در راه آرمانش در روستای کیاسر به محاصره نیروهای دولتی در آمد و کشته شد. و اونگاه مشتی تفنگ به دست گرفت و پای در میدان مبارزه نهاد و مانند عقابی تمام خطه مازندران را زیر پر و بال خود گرفت. یک بار در اطراف دهی از دهات سمنان به نام افتر تیر خورد و به وسیله دختری نجات یافت. دیگر بار خود با کمک عده‌ای دستی از بهترین تیراندازان را به وجود آورد. دولت مرکزی که عملاً هیچ قدرتی در آن نقاط نداشت به حیله‌هایی برای سرکوبی آنان توسل جست. دسته‌ای به همراهی سربازان برای تارمانشان فرستاد. مشتی بارها و بارها در محاصره قرار گرفت و در محاصره‌ای در منزلش واقع در دهکده پلور که زنش مورد اصابت گلوله واقع گشت دیواره‌ای را شکافت و تفنگ از دست سربازی گرفت و دمی بعد بر فراز کوهی فریاد زنده باد مشتی برخاست. و سرانجام مشتی قربانی یک خیانت شد، زیرا توسط یکی از پسر عموهایش که برای به دست آوردن مال و ثروت با عده‌ای سازش کرده بود از میان رفت. مهنت تلخ و دردناک زندگی مشتی در بسیاری از جنبش‌ها تکرار شد. با مرگ مشتی قصه‌اش به پایان نرسید. یارانش به راه او ادامه دادند. پسر عموهایش که به او صادق و وفادار مانده بودند، آن پسر عموی مزدور و خیانت پیشه را که با حمایت ژاندارم‌ها رفت آمد می‌کرد در تنگه‌ای به چنگ آوردند و به طرز فجیعی به قتلش رساندند. پس از مرگ مشتی و پایان نبرد قهرمانانش، خلق نایه شعرها در وصف مبارزات دلیرانه و مردمیش سرودند و این اشعار حماسی گاه به گاه از سینه ستبر کشاورزان و دامداران برخاسته و سکوت دشت و کوهستان را در هم می شکند. مشتی بیه بلبری مملی بیه احمدی دهتی سال بیه یابی مزرون ها کرده پری امان از دست مشتی امان از دست مشتی
ملاقای بدیهی ملاقای بدیهی و داشته تجارتی داشته چند تا کورچی عشق وحری امان از دست مشتی امان از دست مشتی پیغم هدای مشتی پیش آقای بدیعی پیغم هدای مشتی پیش آقای بدیعی سهلم کم به دیاری وحرت مقداری خرجی امان از دست مشتی امان از دست مشتی خرجین دو بدیهی جوان به دو انتی چه سهمت دهن مشتی و حس مرد وحشی امان از دست مشتی امان از دست مشتی ملاقای بدیهی رد دا برده شایی نصف شوبی مو مشتی در خانه بدیهی بط خوخر مهن بادی کو آقای بدیهی بط برده زیر و بحری بط برده زیر و بحری هنده نکرده پیی امان از دست مشتی امان از دست مشتی مشتی بایه آسوانی و طرف خون سنگ سری من غفار و میرهادی بشکندین در کلی نکنین بی حرمتی صندوقچه فولادی بشکندین به نکلی اسکناس دست بندی بسته پنزاری احمر بیت مشتی پخشو کرده بین محلی امان از دست مشتی امان از دست مشتی رهو کرده غطار اساس بازو بار مشهودی یا میل غفار سربار بهین سوار غزل بی سواری و سوار بی احمدی خشو بی بحری مل رهو کرده پالی به نفی دیاری دشلت غوچی نومبی یوسف علی به روز نده تو سوی پاریم حکنم پالی امان از دست مشتی امان از دست مشتی جاه بیمو بدی خنره بدی خولی جاه بیمو بدی خنره بدی خولی در بیه لچه کهلی زن خوخر بیه توجی بط غزیه بیه انتی امان از دست مشتی امان از دست مشتی بدیهی او کرده پی پیش ارباب سرخ بادی غفرت هو کرده مشتی ارباب ده مست گوشی تلفن هو کرده شایی در هنگشان در میری او کرده سرگرد پالی بورن تحویب مشتی امان از دست مشتی امان از دست مشتی سیوتیل هو کرد نپالی
یوتیل ها کرد پهلی در دسته بعدی دکته نه دوم مشتی بشونه بهوت مشتی آقایون شونی کمینتی ارباب آقا مزفری ارباب آقا مزفری بس آقای احمدی امه ملک بایه املاکی مادرشون بیشاهی امه تکلیف بونه چچی امان از دست مشتی امان از دست مشتی پیدا مهربونی جواب پیدا مهربونی شماره نعوم به چی در نی تحقیب مشتی ده رو به این بزرگی والله مولای الیاسی برده دنبال خرجی هندا نکرده پی بیت بهشون جاو خرجی ها کرده بهشون راهی امان از دست مشتی امان از دست مشتی مشتی به که پلوری اگرچه بیه یاغی مشتی به که پلوری اگرچه بیه یاغی به بیه مرد کاری به میه مرد کاری هر جا بیه داری هر بابون کردن پی و نپیگر یاغی سر و نپیگر یاغی سر کشته با یکی یا سر مشتی که بیه جوون دل داشته دریای خون از تهم اربابون از تهم اربابون بیت تفنگ پیر بیابون بای فراری امان از دست مشتی امان از دست مشتی مشتی با رفیقون مشتی با رفیقون از دولت و اربابون بیمومی دیگر فقون بوریم کوها بیابون بزنیم بهشون نشپون بزنیم بهشون نشپون باون همه فراری امان از دست مشتی امان از دست مشتی افتر بیه نزدیکی افتر بیه نزدیکی که تیر بخرده مشتی تیر دهین رفیقون مشتی بیتی نوری بنرون سرهنشته بنرون سرهنشته رحم سیوی کاری نجات پیدا ها کرده از دست خونم بادی امان از دست مشتی امان از دست مشتی بیه پلور درون بیه پلور درون ها کردن و سربازون محاصره و نغوشون دکتن دوم ورگون سرهنگ سون حیبون تشبازو و نکنون بعد از 3 روز و 3 شوم بعد از 3 روز و 3 شوم مشتی یا و نیارون کوره بین هداری امان از دست مشتی امان از دست مشتی مشتی دهی سرکو مشتی دهی سرکو غزاق بعدی اون سو بینه گورو به گورو سرهنگی سرگورو مشتی ها کرده سینه سو مشتی ها کرده سینو سو دعوت سفر برنو غزاق بحین فراری امان از دست مشتی امان از دست مشتی
چه بیه یاهی و بیه مرد کاری کرده ناموس پرستی هر که چه بیه وارد سوخن نوت بی مورد ده تیر و نه هیکلی ها کرده ارباب کشی امان از دست مشتی امان از دست مشتی مشتی بهی مریض مشتی بهی مریض خراب فصل پاییز نده بابا نه پرهیز فهمد بیه بابایی محمد وشونه پالی پسر احموی مشتی بین نفرات مشتی مورد اعتماد مشتی نه در خواب و بیداری نه در خواب و بیداری یک تیر ها کرد نه خالی بیت نه جان مشتی دوستن کتاب مشتی بیت نه جان مشتی دوستن کتاب مشتی امان از دست 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 مشتی